و خیلی بعد از این گوشی چری؟ اتاق کرده تو چری؟ چه کار شده؟ و خیلی مرگو بیبی مرگو برک که میره کجا برو؟ نصر کاکا من تو آره میبینی؟ آه وخی سیکون بودم چی مایه تو نده وخی برو وخی برو مثلا کاکا ما برک نه بیبی تو من کله تو خرابه من میتونم بیبی رو برم با فرخون کو با فرقون من میتونم فرقون رو ببرم وقت خود تو برو جو موتور سوار شو کرد من درس کنم من اگر میبردم چه میبردم پیش تو سری میکردم که بیبی مرگو برک وقتی موتور سوار شو وقتی- یا قدره بزن وقتی برو بیبی رو ببر برو به گیلک بگو از موتور بزنی چی نگی بگو تا فرقون کو بیبی برو مثلا کاکا ما خاطر گفت یک دیخ شدم تیدی هم میرم وخی به گیلک بگو تو کنه وخی میبره اشته نمیبره سکیل نگو ولی که با سکیل میبره خوبه او سکیل یاد داره بگو با فرقون که ببره مثلا کاکا وخی خوبه زودی برو دیگه چی میگی؟ بیا این گیلک بیا یک جو تو یک کار کن چیکار کنم؟ وخی بیبی مرگو ببره مثلا کاکا من چیکار؟ به چی کاره میگن دیخ شدم یکی به ایدی هم میره وخی تو چه کاری؟ بیبی منه بیبی تو نیه گیله جو بیبی ما هم هست به خاطر که من میگم درس دارم نه در سامن گیله جو نه که ما میبردم به تو نمیگفتم به سکیل میرم ها به سکیل میبرم بس که نبرد تو نمیتونی میزنی ببینی یک جای نرم میکنی با فرقون که ببرک با فرقون؟ ها. در همه باشی بیبی هم ولی بفهم که اینجا فت میکنه نمیبرم با فرقون ببرک گیله جو دهنگ ماندش یک دقیقه بس تک با پس برو سنگی نلشه داره الان تو بیا بزنی تو بابا بیا تو سیکو دستامه تو سیکو این همه پوست شده خودم بدم ببرک دیگه اگه کار بکن نمیشه سکل میشه بس که خود نمیتونه بگیره بیبی کی نمیتونه ببین بیبی اون محکم بسته میکنه شف اون بسته میکنه اشته بسته میکنی میگیرم کمر بیبی خویتم بسته کنم با یک دم خدای نکرده خاک به زبون بیبی یک دم مثلا بیبی به زمین زنه من تلفات میشم بیبی یک کار میکنه گیلا وخی برو وخی جان سکل نباشه نمیرم من شلش تعزو زمین ها تعزو یک دم خدای نکرده از این میبینی سگ رمی آمد گل می آمد مثلا اینجا من بزد به جو زد بر سگ بگیری بله تو که بخکل میگیرم سگ وخی برو وخی خب وقتی یک کار بکن با هر چی میبر ببرم بس بیبی میگه من دل به دنیا دارم من به فرقون چرخ ندیم به سکل چرخ وقتی با سکل ببرم نمیشه بس بیبی رو اینجا یاد میجو سکله ارلن هلن باشه چشه ببین سکل یاد میدی آها اینه دیون از شهر خود میکشی ببین چری؟ نکام مال سند سالا بیبی امال 2 ساله بیبی خودتر هم موتر میکنه خب موتر سکل یکیه چی فرق میکنه؟ وقتی تو گم خیلی داری وقتی گیره جو ببر وقتی میفهمی که بس رو کدو کاکا میت گل سکل فرقونی نباشه که نیون اگه سکل نباید به فرقون ببرم برو خوبه هر چی بزنی بگی دلیل میاره ماما دست خود بیبی به جون بیبی برازی ماما که دست نادی بیبی بر بابا ماما بیبی به ماما بیبی صبر کنی بیبی جو بابا نتوی بخورم بیبی ماما بیا یالا کتو بگه کشی کردن خاک بنا کشو شد باید ماما دست خود دست بیبی بگردی دست بیبی نواره دست خود دستمه بیبی جو بخده بیا بیا آخه تو کوه داری میدو تو چری کم خود میاری بیبی چوب کنی بیبی جو باید دست خود دست بده صبر کنی باید دست خود بیبی ببرید بشه برا کم چه برا کلقه برا با کفتا میشیم بیبی با کفتا میشیم
کیفته بشی بیبی بیبی فاطمه جون دست خود دست بده. بیبی جون نبید نختم بیبی صبر کن بالای طرف ما مادر شما نیه اینجا خدا به سر صدا کنو. اما مادر خود برای بگی بیا بدای بابا جون مادر خود بگی بیا شما نامحرمی بیبی بالا شب کن صبر کنی بیبی صبر کنی بیبی نفتی بیبی نفتی بابا ایلا هم میگم بیبی کبتار بخوریم که یک زد چاق نشیم بیبی وقتی بیبی کاش کنم بالا کدگه. بیبی خدا میلا چکار میکنی صبر کن بیبی یک چوبی صبر کنی بیبی نیایی صبر کنی بیبی بیبی صبر کنی دست خود بگیری مزی چی بگیرم؟ دست خود بطلب تازه کنیه اینجا. نه چادر بابا کن. کن موتور بچه. الان اینجا بس که بیبی بیایم بیبی شما اینجا بابات کنم خدا تو صاحب گوه بخیر در و در کنه گاوی بود من لغت کن. گوی بیده گاه صبر کنه بیبی کجا ببرم شما من بالا که بالا این دیوار بچه بشم. ها اینجا بشم. بریم بیبی شما رو به تعمین گندم بابات کنم بیاین که شما رو به تعمین گندم بابات کنم بیبی چادر شما رو پاره شد بیا تو اینجا. نه بیاین کم شما تا بوم. کوشا شما برای تا گندم بیبی برای تا گندم هفته وی بادک به اسب تو جو میدم به خود تو پلو میدم همی بیبی مرخوش کنه غم نیه باد باد. خونو که بچه جو. ها خونوک میخورم باد نکن. خونو که خاطر بیبی خوشیم بادک به اسب تو جو میدم به خود تو پلو میدم همی بیبی مرخوش کنه غم نیه بادک به اسب تو جو میدم به خود تو پلو میدم همی بیبی مرخوش کو غم نیه لتک متک لولوچه لام شام پالونچه میخ ملق شازاده بیبی خوشه خدا تو رو بخیر خوشی در و در کنم این گو که دیشتی بیبی بزیدی به جو زدی خیر بیبی بخیر خوشی ما با شما سر خوب بگذاریم بیبی ما با شما میگم بیبی یلده برادم این دیر گشته شما که از هم رادم ایدی وانه میایه خب بعد بچه من بگرم آدم بره بخونه بگم مخیش. خب بخونه قوم رفیق خو شما رفیق بازی بگم مخیش میگم بچه بر. چوب کنه بیبی کخ نزن لتک بلک لوچوکله لکت مکک لولوکچه لام شام ولخجه میخ ملق لولوچه بیبی به خوش غم نیه بر دو بابا بخونه ببر دیگه ها؟ هیچ دیگه بردی من بابا بخونه بچه من. بیبی پس شما اینجا بشینی خو ما این سکیل ما برم مسلا بیام شما رو با کیف تخو کنم من اینجا کله میدی. مال من میترسون که یکی به پیرمرد پیدا شه ببینه شما اینجا عروسی کنه تو کفا بیاده بینازی. ها
دیگه پول بیادبی نزد بعد. نه بیادبی نی ببینن که تو جوانی بیبی منی پیرمرد مجرد هم پیدا میشه. از ما دیگه چیزی نمونده دیگه پول نزد. انگار کنیم بابا بیبی بس پکه به بالا سرشو بلیشه. خونه که بچه تا از این زمین یخ مفرده دادیم رو خونه که کمیشن مرا میردیشتی اتاجو گل برده بیبی پیدا نکردی و ساقده سرمه بیبی بخزیم بریم بیبی جو که شما رو به سکل سوار کنیم بریم بگی دستانه کجا صبر کنیم بیبی صبر کنیم تو باشیم صبر کنیم چه کار میکنی؟ انا اینجا بشینیم بیبی بیایم مکفتم که شما تو به پیش سکل ببرم نمیفتم به بالاش مکفتم بیبی شما تو به پیش سکل ببرم بکفتم سکل اون اینجا با بیلا بچه ما بخویید خب ببین نه گناه بدی یا گناه گاوه حالا گاوه ما کجایی خدا عباس ما کجا بود عباس بخیر خیریت برس چه تاری؟ بله چه تاری؟ مرگاو بزد به کوبه تاجو زد همین که گاو بیاقلی بود که تا اسمه بیاقل تاری یعنی تو چیش نداشتی؟ چیشات خودتو نبود؟ کی؟ کی بابتا گوشتو چه تمیش فردایی؟ مدار رو وجود انداختی البته بابا مدار شما به وجود انداخت بیبی من خودی که تا تو چرا هم انسانی تو همه موش پیرزال انداختی و تاجو انداختی؟ آموشت پیرزال گاو انداخت شرم در پیش خود سرکو چیشات خودتو نی البته با بیلا مثل پوست پیاز بریم همینطور تا بیشه دیبازون کن بیبی من یک حرام که بیا برون محکم بگیرین کاکایی من تا گوشتو زنم برو دیگه کم یک لا اله الا الله محمد رسول الله کاکا کاکا چکاره چکاره یعنی چکار کنم چی خدمت کنم هم مادر رو بجین دختم با اینا که بدر کن ببرم بخونه بشینم کاکا که من بیامدم اینجا به هوای ازی که چاش پستین دیگه کاکا جو مادر شما که بیدی نماده دیگه پیارمه کاکایمه بیامدی که چاشتم بسته کی وای 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 بابا تو دست رخت کجا بیارم بیا برو سرا رو بیا برو سرا رو که رختا خودر که دیگه ساق خور بسته کنیم ساق مو بسته کرده بیا برو سرا رو دیگه نیا ساق ای سعی میکنه که ساق تو بلا وردیشه بیا برو سکلم اصلونه نه سکیل مردم کوچه خود سکیل اکین هم خود مادر سکیل منه ورده بیا به سرا یار دیگه که گم میشه دیگه چه کنی چه خبرو بیا چه خبره بیا سکیل بیا عقل کمال بخوین فقط چیزای خودی نبوده بابا گناه گردن ما بند باشه کاکا گناه گر بود گناه گر چیزای تو خودی نبود ما به گل گفتم همین گل میفهمه که تو بگفتی همین گل میفهمه که تو بگفتی چی گفتی بگو چی گفتم بگو گفتی ترار ریلا کو کم بتر شو کی
نه یه تیش اصلا من خراب نکردیشم ما بگم گفتم گوک نیاد صاحبی یک بار دیدم برسید به پیش ما ترشی بیا برو بیا بله ببین نرم کرده ببین توجه زده با بیلا خب چه کار کنم خب من که دستش تو مگه من خب اگه میفهمیده کمی تا این سرقیه خب من میاردم خودم میاردم این خیاست اینه یا هر کار کمی تو نمیره به اکرای میره یک گل به او میده خب کاکا جو از او برون بگی نگذارم خود یاده بیا بگو حالی آدم وری بیار که با او دفعه دیگه به جون نزنه خوب گناه چیه؟ خب من دستش تو مگه میاردم به شما کی میگفتم بو یکی سرخی دیگه کچیلک میگه بورک میگه من نمیتونم بس این میگه بورک میره ببینه جو میزنه حمید گل کجا بدی؟ و علیکم زنده بش نگو ها خبر دارین که با چه کار کرده گیلا چی؟ گیلا چه کار کرده؟ ای برا نانر به جویا انداخته باز نانر؟ 100 بار گفتم نگذارین که مادر ما از ایسرا من چون نواسه ها رو یاد کردم به دیدن نواسه ها خوب برم بنداخته رو به جویا 4-5 پاکت قرص استوندم برای دیگ میلرزه کوخه میزنه آی نه خب از سرای نبوده اشته بوده کیربا به جوه انداخته هموده که میبرده با موتور بنداخته به جویا چون اشته بوده میگه گو بر زده و نمیفهم چیکار کرد آخه دیگه آدم هوشیار نبود که نانر ببره که گیلک آدم ساده که او خود خور برای پیاده برده نمیتونه من نمیفهم دیگه حالا که به سرا رفتم دیدم که همی گپ شده کی همی موتور به دست ازی داده کی بیاره سه برن من یک سر دارم 1000 سودا همین نانه دمه که به جامعه میره 10 دفعه به شما بگفتم مشت پیرزال یور ببریم و بیاریم شکر که جامعه نشکسته فقط خونو خورده امرو دیروز که خونو کم بیده به تیوا افتاده چادر پاره شده برادر آخی ای چی رقم آدمی بودی تا کله برفته بوده به زیر رفته بوده همون جو کرغی هم بوده اشته بوده این همی مادر من خوب شد که خفه نکرده به تعمیه و کی همی موتور رو به دست ازی داده بچم او واقعیت میگه خودی از اون میشه آدم گپ زنی علی حالا به کجا هسته به خونه به خونه ما گیلک هم همون چیه دادن که من بیام آدم کو بیده گیلک به جای بند نمیایه که ولی ما بریم باشه نباشه نه یک ذره از خود شما فکر نمی کنیم 100 کار به این خان منه